أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما سلسله درسای حقیقت روافض دنبال میکنیم و در درس گذشته ما و شما بالای عنوان ذیل درس ادامه داده بودیم و درس منوس هم ادامه داره، یعنی تمام نشده. عنوان ما این بود که رافضی ها از دیدگاه مدعیان جهاد، مجاهدین یا جهاد نماهایی که روافض را معذور به جهل میدونن و اینا را تکفیر نمیکنن. و در قسمت ما شما بالای دو مسئله گپ زدیم. یکی که اینا میگن که ما روافض را معذور به جهل میدانیم و مجاهدین دولت اسلامی را به اینا محکوم میکنن که اینا با مسلمان ها میجنگن. و در قسمت ما شما بالای نواقض و مسائل صحبت کردیم. باز در قسمت دوم گفتیم که میان فتاوای شیوخی را بیان میکنن، کدام شیوخی که اینا در قسمت روافض گروه بندی قائل هستند. روافض یک گروه خاص قلمداد نمیکنن بلکه چندین گروه قلمداد میکنن و ما شما در قسمت هم آمدیم عقیده خود بیان کردیم. حالا میم بالای ازی گپ میزنیم که ادامه کدام شبهه هایی که وارد میکنن. یک شبهه دیگه که اینا وارد میکنن شبهه چیست که فتاوای شیوخی که تک تک روافض را تکفیر نمیکنن، یعنی به این معنی که اینا میان از یک نوع تاکتیک نو استفاده میکنن و تاکتیکشون این است که میان فتاوای شیوخی را از لابلای تاریخ میگیرن و در بین از او مثلا یا بیان میکنن، میگن که بعضی علما هستن که شیعه ها را یا روافض را تک تک تکفیر نکردن. ما برشان جواب میگیم درست است، وجود داره و این فتوا باید در امتداد تاریخ گرفته شود. یعنی امتداد تاریخ به این معنی است که ما شما از یک مقطع زمانی گذشته یک فتوا را بگیریم و حکم او فتوا امروز عمل کنیم. این یک نوع فریب است و یعنی ما شما در قسمت نظام میدانیم هر مفتی که فتوا میده در یک عصر زمان نظر به یک نیاز فتوا میده و در مو مکان و زمانی که قرار داره قیود و شرطیات زمانی و مکانی رو در نظر میگیره و این زمان کدام نوع اسباب و وسایلی که در مو زمان وجود داشته همو اسباب و وجوهات همو زمان در نظر میگیره. و ما شما گفته میتونیم که یک فتوایی که مثلا 3 قرن پیش صادر شده باشه با قرن امروزی در تضادهای بسیار یعنی عمومی قرار می داشته باشه. مثلا هیچگاه ما شما بالای یک فتوایی که چند قرن پیش صادر شده باشه و امروز بالای از عمل کنیم چنین یک عقیده درست نیست. اگر کسی بالای ما مثلا به شکل از اشکال مثلا ادعا وارد کنه که ما چرا فتاوای سلف را در قسمت بیان میکنیم، ما به این خاطر بیان میکنیم که از آغاز که ما بیان کردیم که رفضیت و روافض به وجود آمده تا به امروز در این عقیده هستند. و می خاطر ما در امتداد تاریخ از شروع تا به امروز از تمام علما را فتاواش بیان کردیم. کل علمای اهل سنت و جماعت نسبت به روافض ما انشالله که نقل قول کردیم فتاوایشان نسبت به روافض. ولی اینجا ما شما میبینیم که یک گروه مردم پیدا شدن به نام جهاد نماها، جهادی ها و یعنی مجاهدین و اینا میان فتوای یک عالم از یک مقطع زمانی معین زمان ماضی میگیرن و میارن در زمان حال استمراری در حالت تطبیق قرار میدن که یک نوع عوام فریبی و یک نوع ایجاد کردن تشویش و وسواس در اذهان عام است. به خاطر ما میخوایم که ما شما بیان کنیم. اگر ما امتداد تاریخ سیل کنیم در حقیقت خود روافض اینا عقاید خود از علمای اهل سنت و جماعت و حتی از عوام خود پنهان میکردن. یعنی کدام عقیده‌ای که داشتن صراحتا ایره بیان نمیکردن بلکه اینا با طریقای مختلف مثل تقیه و غیره آرام آرام میدستن عقیده خود از علمای اهل سنت و جماعت و از اکثر توده های عوام خود پنهان میکردن تا که نظام صفوی به وجود آمد. و نظام صفوی تحت رهبریت شاه اسماعیل صفوی که بعداً تحت قیادت شاه اسماعیل صفوی و عقیده صفوی و نظام صفوی ما شما میبینیم که اینا آرام آرام عقیده باطلی را واضح کردن. بعد از این که حکومت صفوی جور شد یک امام مجدد روافض وجود داره به نام باقر مجلسی که باقر مجلسی توسط کتابای خود یعنی بسیار کتابا در عناوین مختلف داره، چندین جلد کتاب نوشته کرده و در هر کتاب خود قاید خود یکی که بیان کرده و ما حواله میتیم در کتابایش که در یکی از کتابای خود یک مسئله بیان میکنه، در کتاب دیگه مسئله را بیان میکنه و آرام آرام عقاید شیعگان و روافض در لابلای تاریخ توسط حکومت صفوی و در خصوص توسط باقر مجلسی آشکار شد. مثلا یک مثال گفته میتونیم، مثالش این است که باقر مجلسی در یک از کتابای خود نوشته میکنه که وقتی که امام مهدی
ظهور کرد میایه از قدرت‌های ویژه برخوردار است و عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه و ابوبکر رضی الله عنه از قبر بیرون میکنه و بعد از بیرون کردن از قبر یا را مجازات میکنه و بعد از مجازات باز پس اینا قبض روح میشن. شما فکر کنید این عقیده دو زمان بیان شده بوده. به این خاطر ما شما میم عقیده خدا و عقیده اهل سنت و جماعت در قسمت شبهه بیان میکنیم و ما میخواهیم که خدا قسم این قلمداد کنیم که چرا ما اینا را تکفیر میکنیم و شبهه کسایی که اینا را تکفیر نمیکنن و شبهات و فتواها را یعنی نقل میکنن، در نقل فتواها ما ازاله شبهات از یاره کنیم. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب الدرر السنیه میفرماید که بعد از اینکه فتوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را در خصوص تکفیر روافض ذکر میکنن، یعنی به این معنی که فتوای شیخ الاسلام ابن تیمیه در خصوص روافض در مجموع الفتاوا و همچنان در منهاج السنه و در کتاب الصارم المسلول، در همش کتابا فتوای شیخ الاسلام ابن تیمیه فتواهاش ذکر میکنن و در اون قسمت میگه که روافض کسانی هستند که اصحاب را تکفیر میکنن، یعنی این فتوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نقل میکنه و بعد میفرماید که این کلمه است که باید بالای آنها انجام میپذیرفت در گذشته. یعنی فتوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله که بود فتوایی بود که به او زمان بود، در نسل هایی که روافض با شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در یک قرن قرار داشتن، در یک زمان قرار داشتن، یعنی او فتوای شیخ الاسلام به او زمان است. ولی تا جایی که نسل های بعدی و امروزیشان قابل بحث است، اینها از آنها بدترن. شیخ الاسلام ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب الدرر السنیه میخواد که وضاحت بده که شیخ الاسلام ابن تیمیه در کدام فتوایی در او زمان داده بود. در او زمان یعنی تقریبا روافض نسبتا از روافض امروزی بهتر بودن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه نسل‌های بعدی که روز به روز از سرشان تاریخ تیر شده میره و خصوصا نسل‌های امروزیشان که در عصر شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بودن، اینا یعنی از آنها بدترن. چرا بدترن؟ بدتر به این که در عقیده از اینا بعضی مسائل دیگه داخل شده. به طور مثال در عقیده از اینها عبادتگاه‌ها و عبادتگاه‌ها داخل شده و عبادت قبرها اضافه شده است. یعنی به این معنا که یک زمان در عقیده روافض چنین یک عقیده نبود که مثلا زیارت امام زمان را یا عبادت میکردن، یا مثلا امروز ما و شما سهل میکنیم که به نام زیارت عتبات عالیات یا سفر به عراق و سفر به ایران است که در اینجا مثل یک سفری که گویا سفر یک سفر مقدس باشه یا حرکت میکنن و مشهد میرن و در مشهد مثلا اونجا غالبا زیارت امام زمان است، بعد از او شرک و یعنی قبر پرستی را در اونجا انجام میتن و بعد از او باز تقریبا کسی که عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی الله عنه را به شهادت رسانده میرن بالای قبر از او و بعد از او باز اینا میرن به کربلا و در کربلا اونجا مراکز شرک بسیار زیاد بنا کردن و اونجا میرن و یک کسی که بعد از اینکه مثال از این سفر پس بیه ایره باز یک نسبت میتن، یک اسم برش میتن، یک نام صفتی برش میتن و این شخص موصوف به یک نام صفتی میشه به نام کربلایی، که این شخص کربلایی است. کربلایی چی کرده؟ کربلایی کسی است که رفته عبادتگاه ها و قبرها را پرستش کرده و زیارت کرده، قبرها را عبادت کرده، از قبرها استغاثه کرده، از قبرها طلب کرده، از قبرها صحت خواسته، از قبرها زندگی خواسته، نعوذ بالله من ذلك، از قبرها نعوذ بالله من ذلك، از قبرها ثروت خواسته و صحت خواسته. پس ما شما سائل میکنیم که یوم البتر است، یوم البهتر نیست. روافض دیروز با روافض امروز و روافض پریروز با روافض دیروز بسیار تفاوت دارن. به می خاطر شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میفرماید که فتوای شیخ الاسلام ابن تیمیه که بود فتوایی بود که فتوای دیروز روافض بود، ولی امروز ما و شما با یک گروه دیگری مقابل هستیم و این گروه در شرک و در کفر و در بدعت و در گمراهی از گروه دیروزشان سبقت گرفتن و به اندازه سبقت گرفتن که ما مثالشان بیان کردیم. و این زمان در روایت دیگری از فتاوای درر السنیه چنین آمده است که فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه برای اینها احکام آغازین بود، یعنی به این معنی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کدام فتاوایی را صادر کرده بودند در روز زمان یک حکم آغازین به خاطر روافض بوده، ولی امروز گمراهی و شرک تازه و نو داخل عقاید اینا شده.
یعنی امروز گمراهی و شرکشان زیاده شده است و در گمراهی خود افزوده‌اند. چرا؟ اینها در عبادتگاه‌هایشان شرک‌ها را انجام می‌دهند. حتی در یک روایت دیگه میگه که عرب‌هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها ارسال شده بود چنین نمی‌کردند. یعنی ما و شما در بین روافض و در بین روافض امروزی شرک و گمراهی و بدبختی را می‌بینیم که همین اندازه بدبختی در بین مشرکین مکه وجود نداشت. مشرکین مکه‌ای که تقریباً چندین نوع بت‌ها وجود داشت و هر قبیله به خود یک بت داشت، مثلا وود و یغوث و یعوق و نصر و اصاف و نائله منا و مثلا در لات و عزا این بت‌ها وجود داشت و در یک روایت تقریبا بالغ به 366 نوع بت وجود داشت و در هر مقطع زمانی بت ساخته میشد و در هر مقطع زمانی بتا پرستش میشد، خاک پرستش میشد، یک نوع سنگ پرستش میشد. وقتی که سنگ دیگه بهتر از پیدا میشد دو طرف انداخته میشد دیگه پرستش میشد. ولی امروز ما و شما وقتی که یک فرقه را به نام روافض میبینیم و با اینا یعنی سعی میکنیم طرز عقیده از اینا را، ما و شما در میابیم که مشرکینی که به طرف از یا رسول الله صلی الله علیه و آله آمده بود، مشرکین مکه، یعنی مثل از اینا نبودن. چرا؟ به خاطر از این نبودن که در بین روافض امروزه یعنی انواع گوناگون شرکیات وجود داره، در عقایدشان، در نوشته هایشان، در اعمالشان، در افکارشان. ما شما میبینیم که یعنی یک نوع شرکیات بسیار خطرناک و گسترده در میان ازیا داخل شده و مثلا ما شما عقاید اینا را که سیل میکنیم، بیانات از اینا را که سیل میکنیم. به طور مثال یک از عقاید بعضشان در بیانات رسمی خود مثلا قسم بیانات میکنن که گویا اینا دلیل خلقت علی رضی الله عنه را میدانن، یعنی خلقت، یعنی به این معنی که حجت خلقت کائنات علی رضی الله عنه است. بعضی قصه ها را انجام میدن، مثلا قصه را انجام میدن که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به معراج رفته بودن در سدرة المنتهی با یک شیر مقابل شدن و شیر اجازه نمیداد که رسول الله صلی الله علیه و سلم عبور کنه. بعد از او انگشتر خود برای شیر داده بود. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و پس به مکه میبینه که انگشتر پیش علی رضی الله عنه است، یعنی به این معنی که علی رضی الله عنه در اونجاست. و مثلا میگن که علی دروازه‌بان دربار رب العزت است، نعوذ بالله، و شیر الله است. شیر الله یک نسبتی است که مثلا ما شما میگیم که نسبت شجاعتش، یعنی صفت شجاعتش ما به شیر نسبت میکنیم. یکی است که اینا به این عقیده هستن که علی رضی الله عنه کس شیر دربار رب العزت الله عز و جل است، نعوذ بالله. و اکثر شما سیکنید که عکسایی که روافض جور میکنن در عکسای خود اینا علی رضی الله عنه را شیر جور میکنن. و بعضی اوقات ما شما سوال کنیم که عقاید را بیان میکنن، به طور مثال نجات دهنده ابراهیم علیه السلام که بوده علی رضی الله عنه بوده، یا مثلا کسی که با موسی علیه السلام تکلم کرده متکلم علی رضی الله عنه بوده. و عین زمان عیسی علیه السلام که از کلمه علی رضی الله عنه است و از آغاز تا آخر همه علی رضی الله عنه بوده. و در بعضی جاها میبینیم که میگن که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده بود، در وقت طفولیت وقتی که گریه میکردن در هنگام گریه علی علی میگفتن. در بعضی جاها ما شما سوال میکنیم که یا بیان میکنن میگن که اصل وحی باید به علی رضی الله عنه میامد، ولی جبرائیل علیه السلام اشتباه کرد، خطا کرد، وحی به رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد، نعوذ بالله. یعنی به این خاطر ما شما میگیم که در بین از اینا ما شما کلمات را میبینیم و اعمال را میبینیم و اعتقادات را میبینیم که حتی مشرکین مکه به این نبودن، اینا که رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف از او ارسال شده بود. خب از اون جمله مثلا ما شما میگیم عبادت اولیاء، اینا اولیای خدا عبادت میکنن، درجه الوهیت میتن، مثلا درجه ربوبیت میتن که ما شما مثالش بیان کنیم. بعضی مثلا عقاید این که اهل بیت به ایشان نفع و ضرر رسانده میتوانند. اینا مثلا میگن که اهل بیت که هستن کسایی هستن که از گناههای کبیره و صغیره معصوم هستن و یا نفع و ضرر رسانده میتونن و در بینشان حتی در امام 12 یا امام غایب که گویا امام مهدی باشه، این شخصی که پیش از یا غایب است و معلوم نیست به نام صدقه جمع میکنن و بعضی اوقات سعی کنی که بزرگاشان عقاید بیان میکنن که غرب آمده که از ما امام زمان دستگیر کنه. اونو شخص به عقیده هستن که یعنی نظام منتظر هستن و بعضی وقتا سعی کنی که صدا میکنن که یا امام زمان برای بیرون شو، کی بیرون میشی و چه وقت بیرون میشی. بعضی کفریات و شرکیات یا بیان میکنن. و در این حال ما و شما سعی میکنیم که در
محرم یا با گفته خود از اینا عاشورا، نه دی محرم، کدام نوع کفریاتی که از یا سر میزنه، کدام کلماتی که از یا سر میزنه. یا بعضی اوقات ما شما سل میکنیم که اینا در زیارت ها توغای زیارت که بلند میکنن و جنده های زیارت بلند میکنن و در بین ازو مثلا کلمات شرکی نشته میکنن، مدد خواستن از علی رضی الله عنه، مدد خواستن از حسین رضی الله عنه، از حسن رضی الله عنه و مثلا از سایر اولیاء مدد خواستن، قبرهای از عبادتگاه ها جور کردن و با واسه سجده کردن، طواف کردن و امثالهم. و اینها عقیده دارن که این عملشان ایشان را به الله عزوجل نزدیک مینماید. اینمی عقایدی که انجام میتن، اینی عقاید خدا یا یعنی اینمی اعمال خدا در قالب عقیده خود بیان میکنن و میگن که ما اینمی اعمال به این دلیل انجام میتیم، به دلیلی که ما را اینمی اعمال ما به رب العالمین نزدیک کنه. و در این حال ما شما سائل میکنیم که در یکی از فتاوای دیگه شیخ حامد الحمیدی در رساله اقوال اهل الاسلام فی حکم رافضه بیان میکنه، میفرماید اگر حالات کنونی دیده شود، مثلا یعنی امروزه کدام حالاتی که است که مثلا شرکی که در مکه و مدینه، در بقیه قبرستانی که در مدینه قرار داره که مثلا مردان یا زنان عام و خواصش میکنن، یعنی این و کفار اگر ما شما سائل کنیم، باز ما شما یک بار دیگر تجدید میکنیم در عقیده نسبت به اینا. پس در خلاصه ما شما میایم این مسئله را بیان میکنیم که کسانی که من فتاوای شیوخ را به ما نقل میکنن که روافض تک تک تکفیر نکردن، اینا را ما براشون در جوابشون گفتیم که فتوا را باید در امتداد تاریخ بگیرین و بین سعی کنین که روافضی که در وقت نشأت که از ابن سبای یهود به وجود آمدن و بعد از او یک فرقه که به وجود آمد و بعد از او کسایی که از زیدیه ها جدا شدن و فرقه که بالاخره فرقه های 12 امامی شدن و بالاخره یعنی رافضیت آمده به امتداد تاریخ تا به امروز قرار گرفته، ما شما سائل میکنیم که در کدام حالت ها قرار دارن. درست است مثلا ما بیان کردیم که کدام احکام که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد روافض بیان کرده بودن احکام آغازین بوده، کدام احکامی را که بعداً ما میبینیم که شیخ محمد ابن عبدالوهاب بیان کرده متفاوت‌تر بوده. فتاوایی را که شیوخ امروزی بیان میکنن ما شما سائل میکنیم که متفاوت‌تر است. چرا؟ به خاطر از اینکه در کفر و در شرک و در گمراهی روافض روز به روز یعنی ازدیاد و پیشرفت صورت میگیره و روز به روز اینا پیشرفته‌تر شده میرن در کفرشان. پس بیایم در کل پس دو درس را که انجام دادیم هر دوی زیرا یک به یکی ما شما خلاصه کنیم و ببینیم که هر کسی که دارنده عقیده فوق را یعنی دارنده عقاید فوق را کافر نمیداند، این باید چی کنه؟ این شخص باید در عقیده خود تجدید کنه و عقاید خود نسبت بر اسلام و نسبت به تکفیر تازه کنه و عقیده اهل سنت جماعت را در این خصوص میگیره. به خاطر از این یک کسی که عبادت قبور میکنن، کسی که عبادت زیارتگاه ها را میکنن، کسایی که مثلا اصحاب کافر میدونن، کسایی که خلفای راشدین کافر میدونن، مرتد میدونن، کسایی که در شأن امهات المؤمنین طعن و لعن وارد میکنن، کسایی که مثلا در شرک ربوبیت و الوهیت داخل هستند، کسایی که توحید را قبول ندارن و کسایی که اسلام را قبول ندارن و کسایی که نام اسلام را قبول ندارن، کسایی که عقیده در تحریف قرآن دارن، اینی شخصا را اینی رقم اشخاص اگر ما شما کافر نمیدانیم پس کافر کی را میدانیم؟ به این خاطر خلاصه درس خودم ما بیان میکنیم، ما میگیم که هر کسی که عقاید فوق را مجموعاً یا یکی داشته باشه، یعنی مجموعی از عقایدی را که ما بیان کردیم داشته باشه یا از جمله یک عقاید داشته باشه، این نزد اهل سنت و جماعت از کسی است که اسلام نقض کرده، از مرتدین است و در بعض اوقات در مشرکین داخل میشه، از جمله مشرک می باشه و قتال علیهش واجب است و ما و شما قرآن و سنت دلیل داریم که با چنین مردم یعنی قتال کنیم. بعضی کسایی میگن که قتال فقط با امریکاست و اینا رو دعوت کنیم و یا ما بیان میکنیم، ما میگیم کفر ردت و ارتداد از کفر اصلی کده غلظتش زیاد است. به این خاطر از عقیده سلف و ما مانده که اول با مرتدین و بعد با کفار اصلی جنگ کنیم و وقتی که ما شما میبینیم که فعلا همه در یک صف قرار دارن، پس هیچ نوع مانعی وجود نداره که ما با روافض قتال نکنیم و روافض را قتل نکنیم. و خلاصه درس ما می شد که ما به جواب جهادین ماهایی که شباهات وارد کرده بودن که گویا روافض و شیعه ها معذور به جهلن، ما جوابایشان دادیم و ایره یک وسیله وضاحت و واضح کردن و ازاله شبهات به خاطر برادران مجاهد خود بیان کردیم. رب العالمین اسلام و مسلمین را نصرت بده و شرک و مشرکین را خار و ذلیل بگردانه.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.